که در پایان این مسابقه با رضایت پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان، یه غفلت در خط دفاعی به شکل خطرناک تو به این سم میاد، باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و ایرت در این لحظه از بازی چه اتفاقی داره میفته. او رو باید ستاره استقلال خوزستان بدونیم. حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا ترسنوف یه سایش عالی، یه چرخش سریع. امید علیشاه، امیری یه پنالتی میگیره یا نه؟ گرفت. رشادت علیشاه کاملا پارو زد ولی خیلی حرفه‌ای توپ رو گرفت. اول علیشاه، بعدم جایگیری کوپال ناظمی رو ببینید. حالا جدای از جو سنگین بازی، جایگیریش فوق‌العاده بود. یه نوک پا جا در این لحظه فرصت، یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه فرزین گروسیان رو. با توجه به 10 نفره شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم. آیا این پایان مسابقه هست؟ برای آل کثیر، مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. هم بریزه. عرض کردم فعلا نتیجه 3-3. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. علیشاه، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه برمیگرده زیر طاق دروازه. چه قوقایی برپا میشه در ورزشگاه آزادی.